ای تقدیر که این شب خانه ای پرشادی غمدار است، که این شب کودکی بی مادری تاجیک بیدار است و این شب ابر گریان است. ببین که کوچه های شهر ویران است. دلم از غم هزاران پاره و نالان و حیران است برای مردم فولاد. ببین حادثه ای تقدیر، پدر شاید برای کودکانش خوردنی می بود، نمیدانست که عالم را چنین پدرود میگوید. به جای عطر شادی ها دماغش خون میگوید. ببین کلاه فرزندان خونین را، ببین کلاه فرزندان خونین را میجوید. عجب دنیاست که میدانست زیر آهن و ویرانه میمیرد. دلم خاموش میگیرد، دلم خاموش میگیرد برای مردم فولاد. عزیز، این رسمی که میبینید امین جان 20 ساله است. خداوند رحمت و مغفرتش کند. در صدمه روزی ششم در شهر کلاب به وقوع آمده، داماد بیچاره همراه عروس و 3 تن دیگر که از خانه عروس به خانه خود برگشت کرده بود، در اساس صدمه به وقوع آمده جان را به جان آفرین سپارید. او همراه عروس خود و 3 تن دیگر. این چنین گفته می شود که خانه اقامتی آنها نیز ضرر دیده است. خود توجه کنید چگونه سخت است، درد است. از این خاطر خداوند یکایک ما را نگاه دارد و به تمام مردم شهر کلاب باستانی خداوند صبر جمیل عطا فرماید، پیش از همه در عائله ففتیدگان و ضرر دیدگان. خدایا از بلا ما را نگه دار، زمین و آسمان ها را نگه دار. انا میگه این پلاژه ندیدی چه ما بلو مثلا من سام سپید نکنم نیمه خاکی انا این داری نمی چیز اپس میکنم انا اینا اوی لا نه ای تقدیر که این شب خانه ای پرشادی غمدار است، که این شب کودکی بی مادری تاجیک بیدار است و این شب ابر گریان است. ببین که کوچه های شهر ویران است. دلم از غم هزاران پاره و نالان و حیران است برای مردم فولاد. ببین حادثه ای تقدیر، پدر شاید برای کودکانش خوردنی می بود، نمیدانست که عالم را چنین پدرود میگوید. به جای عطر شادی ها دماغش خون میگوید. ببین کلاه فرزندان خونین را، ببین کلاه فرزندان خونین را میجوید. عجب دنیاست که میدانست زیر آهن و ویرانه میمیرد. دلم خاموش میگیرد، دلم خاموش میگیرد برای مردم فولاد.